سلام بچه آقا، امروز اومدم تو این ویدیو یه مکان مخفی رو بهتون نشون بدم. الان من خیلی دور هست اون مکان، بذارید بازی شروع بشه بهتون نشون بدم. بچه حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل منو سابسکرایب کنید و بریم سراغ ویدیو. اوکی، الان من داخل ویدیو هستم. یه لحظه بازی شروع بشه. بچه آقا، این اسکینه که الان من گرفتم رو داخل آی گیم میده 15 تومن. بریم حتما بزن، خیلی اسکین خفنه. من که خودم واقعا خوشم هم بزنیم. آقا برو بزن. امیدوارم که فقط منو به اون جایی که مکان مخفی رو بهتون میخوام نشون بدم ریوایو بذارید ببینم کجاست الان اون مکان. وای چرا اینجا میاد؟ وای بذار بگم مکان کجاست. مکان این بره، من این برم. ببینیم میتونم خودم رو برسونم اینجا. البته بچه ها با آخر بازی بهتون آقا نشون میدم. بذار این ویدیو رو اینجوری آپدیتش کنم. اون ویدیو رو شورت ویدیو میذارم داخل اون مکان مخفیه رو بهتون نشون میدم که بچه ها خیلی خفنه. سگمون اینجا بزنیم. آرمور بچه ها ببینید، همیشه آرمور بزنیم، همیشه، و بنازم بیوای. اوکی بزنم بیوای الان بردارم. بابا بیوای رو بردار، آرمور هم برداریم که برو بریم. اینجا توش چی هستش؟ از این یا خدا آقا، یه هلیکوپتر اومد اینجا. البته که مشکل داداش باتم اینجا شاتگان کنیم. بات نبود ولی خب شاتگان. یه دونه دمیج هم نتونست آقا بهم بزنه. خدای بچه ها یه لحظه آقا بذارید ببینه. الان یه اسکواد اینجا بود، نمیدونم کجا رفت. همین اینجا بود. الان همینجا بود. یه لحظه بذارید ببینم. اسنایپ بچه آقا، من دیل میخوام. این اسنایپر رو الان من میخوام چیکار؟ من دیل میخوام، طلایی دیل طلایی برده. آها بچه اون اسکواد نگاه کنید، همینه. بذارید ببینم. یا خدا بنازم بچه، بیا 500مون در گرفت. رو هوا یه شات زدم بهش، آدم شد. بچه ها ببینید آقا، اگه دیدیم پلیرها دارن بهتون دمیج میدن اینجوری بذار اونا موومنت که میزنن 100%، چون دهنم میگم انمی. اونا موومنت میزنن، یه جا وایستید تا اینکه اونا برگردن یه شات بزنید تموم بشه بمیره. اول آرمورم رو بزنم، بعدش ببینیم یه اسکواد دیگه این که میباد. الان یه شات میزنم، بذارید ببینم. بذارید ببینم. همونجا بچه ها نگاه آقا، همینجا بود الان دقیقا اینجا. دیدین گفتم بابا دست بیا پایین. خدای انمی نبود.
بچه آقا خدایش انمی مگه نبود؟ انمی خودش انمی بود، خود انمی بود. بذارید الان ببینم کیه آقا. اوکی شما چهارمون نمیدونم چرا لفت دادی. بچه اون مکان مخفی زوم چرا میاد الان؟ بچه اون مکان مخفیه رو توی یه شورت ویدیو بهتون میذارم نشون میدم. اوکی یه لحظه الان بچه آقا قراره که توی یه ویدیو بعدی الان من قراره بذارم، همین الان که این ویدیو رو تموم کردم ببینم حتما ببینید ادب کردن پلیرهای بی‌تربیت داخل روم. آره مولتی، داخل مولتی بزن بریم تا الان که 5 تا کیل زدم. اوکی بریم آقا بریم فارم ببینیم کی به چرخون و ببینیم فارم نمیبری بچرخون نخوری بزنید بریم فارم ببینیم کی به کیه. بچه آقا متاسفانه من هر ویدیویی که میذارم اولش 1000 تا کیل میزنم، آخرشم میریم لابی. یعنی تمپلارم تو ما باشه آخرش میریم لابی. اوکی یه لحظه بذارید ببینیم. اوکی یالا ما اومدیم. بچه آقا یه ویدیو من قراره که بذارم، حالا اونو نمیدونم کی بذارم. اگه اون ویدیو بالای 7 میلیون تا لایک بخوره، 7 میلیون تا کمی نیستا، 7 میلیون تا لایک بخوره، توی اون قراره که برم و داشت یه لحظه بایسته اونجا بیام. ای پیدرس بچه بنازم. آقا زدیمش. این چجوری اومد اینجا؟ تو واسه من چیزی نیستی به خدا داشت، تو واسه من چیزی نیستی که کجا زد؟ از کجا زد؟ بچه ها واسید ببینن از کجا زد. آقا یه لحظه واسید ببینم از کجا زد. دارید ببینم از کجا زد. اسنایپر بود بچه ها. آقا اسنایپر بود. بذارم یارم میاد تگمو برمیداره. آخه اینجا نگاه کنید بچه ها، داخل زوم مونده داره دنبال هواپیما میگرده. داشت اگه این هواپیما پیدا نمیشد تموم میشد یا میمردی. اوکی بذارید ببینم کی به کیه. ببین اومدی پیش من وایس باز نمی کنم. لادا رو بذار بده تگ منو بردار، چون اون رو 2 تا انمی 2 تا نه بچه آقا. هیچ اگه انمی که آره دیگه انمی باشین همیشه داخل فارم بیفتیم، چون فارم اون کسایی هستن که انمی بگونه. الان این داداشم میگره بود بهش داشت اونو بزن. اون چی بود؟ آها اون ای بابا اون آرپیچی داره. آرپیچی بود. اون آرپیچی داره یه تیر میزنیم بهت پاچت کنده میشه. داش آره تگ منو بزن جون مادر تگ منو بزن. آها بچه ها یه کم منتظر بمونین ریوایو شدیم. داش اونجا نرو جون مادر، جون هر جا که دوستان میبرن. ببینون که اینمیه. وای آفرین لادر بذار بابا چرا لادرت خود نمیزد؟
بچه آقا دیدین لادارش نزد. بذارید الان این داداشمون لگ باد. داش کجا داری میری؟ بچه آقا این کجا داری میره؟ او میتیک داری؟ بچه آقا این میتیک داره. پشمام، من فکر کردم این نوب سگه. داش برو تگ اونو بردار. کجا داری میری؟ ببین آره بچه این ماشینا نگاه کنی. این ماشینا رو شما هم حتما بردارین، چون این ماشینا خیلی 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 خوب هستن. چون هم میتونن حالا انمی دنبال شما افتاد، میتونیم روی آب Dog tagged them and scanned successfully. Your teammate will return to the battle and یه لحظه آقا بذارید ببینیم اینجا چیه. ما که کل داریم. با کل ببینید بچه، با کل هر کاری میشه کرد. یعنی انمی میشه زد، هر کاری میشه کرد. چون اگه شما انمی بهتون زد اینجوری افتادین زمین، میتونین با کلت انمی بزنید، چون اون و کلتتون خیلی خیلی دمیج میکنه. دو تا انمی آرمور 200 داشته باشه، شما 2 تا تیر به انمی، 2 تا که نه 7 تا تیر به انمی بزنین، انمی پاره میشه. یه لحظه وایسید آقا بچه‌ها. یه آب من دارم الان حرکت میکنم. روی آبم میتونین حرکت کنین. من میگم این خیلی خوبه. الان من بچه‌م من از اینجا چجوری بابا وای نه ماشین بچه‌ها گیر کرد. وای فرار کن دوست تو چجوری زدی الان؟ سگا اومدن زدن. بچه ها گفتن دیگه، من الان جونم سفت بود. آرمور 200 که الان زده بودم هیت داداشمونو میزدم. ولی خب ببخشید. یه لحظه ببخشید بچه ها. بزنید آهان تگ منو برداشت. دارسود باش برو یه بار تگ منو بزن. بچه ها آقا توی اون شورت ویدیویی که الان میذارم قرار کن مکان مخفی رو داشتم میگفتم بزنم بچه ها خیلی خفن. ببینیم میتونیم بریم زیر زمین که چی انمی میتونه شما رو بزنه، گیرم نمیکنین، از دیوار پشتیش میان بیرون، ولی شما میتونی، هیچ کس هم نمیتونه حتی شما رو ببینه. فکر میکنن شما چیتر هستین. یعنی اینقدر خفنه هستش. داداشمون رو بزنه اسنایپمون. یعنی یار من نبزن بچه ها. آره داشتم میگفتم اون وقت شما میتونید برید زیر زمین، یعنی انمی شما رو نمیتونه بزنه، هم ببینه، فکر میکنه که شما چیتر هستین. بعد دوباره هم چیتر فکر میکنه آره شما چیتر هستین. بعد شما میتونید خیلی ایزی انمی رو شاتگان بکنین. بچه ها آقا من این ویدیو رو الان میبندم تا یه ویدیو دیگه میبینمتون. فعلا خدا نگهدار.